3 نفر هستن که اینها وارد بهشت نمیشوند. صحابه گفتن بفرمایید یا رسول الله، این 3 نفر کیها هستن؟ چون اونها میترسیدن، خودشان را کوشش میکردن که اگر علیاذ بالله در چنین موقفی هم باشن نجات بدن، در حالی که نبودن. یک، عاق الوالدین، انسانی که پدر و مادر او را عاق کرده باشه. عاق یعنی آزاردهنده، عذاب کننده پدر و مادر. کسی که در دنیا والدینش را اذیت میکند، والدینش را لط و کوب میکند، والدینش را نفرین میکند، والدینش را آزار و اذیت میکند، والدینش را بی حرمتی میکند، خدمت و احسان در حق والدین نمیکند. پدر و مادری که یک عمر در انتظار بودن تا تو نونهال درختی بگردی، فردا برای اونها ثمر بدی، و امروز که تو درخت بزرگی شدی حتی برای پدر و مادر اجازه نمیدی در سایه هم بنشینن. از این استفاده کن. چقدر افراد داریم ما امروز که پدر و مادر خود چقدر اذیت میکنن، چقدر آزار میدن، حتی دشنام میدن علیاذ بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم روز فرمود برای صحابه پدران و مادرانتان دشنام ندهید. صحابه با تعجب گفتن یا رسول الله، مگر کسی پدر و مادر خود دشنام میده؟ گفت یعنی سبب نشوید که پدر و مادرتان کسی دشنام بده. وقتی شما پدر و مادر کسی دشنام بدید، برعکس اونها پدر و مادرتان دشنام میدن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. وقتی شما پدر و مادر کسی را بی حرمتی بکنید، اونها به پدر و مادرتان بی حرمتی میکنن. یعنی خودتان سبب نشوید، فرصتی رو ایجاد نکنید که برای پدر و مادرتان کسی اهانت بکنه. یعنی اسلام میگه حق و جایگاه اونها خود سر جایش، حتی زمینه رو مساعد نکنید که کسی برای اونها اهانتی رو انجام بده، در حق اونها اهانت بکنه، توهین بکنه. بنابراین کسی که پدر و مادرش را آزار و اذیت میکند، لط و کوب میکند، توهین و تحقیر میکند و پدر و مادر از دست اونها رنج است، تا لحظه‌ای که پدر و مادر ناراض باشه خدا ناراض است از اونها. این انسان اگر پدر و مادر را راضی نکند، پدر و مادر ناراض از دنیا بروند، خیلی عاقبت خطرناکی داره انسان. دوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انسان شرابخوار، مدمن الخمر، کسی که اصرار دارد بر شراب نوشی، نه یک مرتبه و 2 مرتبه. حالا یک مرتبه اشتباه شد، خطا شد، اشتباه کردی، 2 مرتبه اشتباه کرد، اما اصرار بر این گناه نورزید که این گناه خیلی خطرناکه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه در سر دروازه یا بهشت نوشته است ورود این 3 نفر بر من حرام است. 1، آزاردهنده پدر و مادر. 2، انسان شرابخوار، کسی که شراب می نوشه. جوانان عزیزی که به صورت نادانسته، نافهمیده، به صورت غیر ارادی یا به سرتان تحمیل شده، یا مجبور شدیم، یا کوتاهی کردیم، یا بیعقلی کردیم، با این گناه آغشته شدید، بیایید توبه کنید و بازگردید. هنوز دروازه توبه باز است بر رخ ما. الله توبه پذیر است، خداوند قبول میکند. برگرد، دیگه تعهد بکن به الله که یا رب دیگه نمی نوشم شراب، تا حال شد، اما از این به بعد این عمل را انجام نمیدم. چرا؟ هیچ نفعی، هیچ گناه و معصیتی نداره. هر گناه زنگی است بر مرآت دل، هر گناه یک زنگ است بر صفحه پاکی قلبت. بیایید ترک کنید، دیگه نکن. 3مین نفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگه وارد بهشت نمیشه، انسان دیوس. صحابه میگن یا رسول الله، خب آزاردهنده پدر و مادر که شناختیم، شرابخوار را هم شناختیم، اما دیوس چی کسی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که در برابر فامیلش بی‌تفاوت است. خانومش میبینه زنا میکند، علیاذ بالله، سکوت، هیچ عکس العملی انجام میگه دموکراسی است، آزادی است، حقش است. دخترش میبیند که با چندین پسر نامحرم ارتباط نامشروع دارد، بی‌تفاوت است. ما خیلی داریم از این افراد امروز در جامعه. شما اگر یک بار متوجه شوید در این رسانه‌ها امروز در مجموع، ببینید چی قضیه، چی حالتی است. ساعت‌ها دختر نامحرم با پسر نامحرم نشسته هستند، با هم چتیات گفته روان است. حرفای عاشقانه و دکلمه‌های که ازش بوی فحشا میآید، حرفای نادرست گفته روان است. مگر این دخترها پدر ندارن؟ مگر این دخترها برادر ندارن؟ مگر این دخترها کاکا و ماما و به اصطلاح شوهر ندارن؟ کجاست این مردان اینها؟ پیغمبر میگه دیوس کسی است که در برابر فامیلش بی‌تفاوت است. دخترت هزارها جنایت را انجام بده، همسرت هزارها جنایت را انجام بده، خواهرت جنایت را انجام بده، به خودت هم میبینی و در برابرش بی‌تفاوت است. کاش قبول میکردی، میپذیرفتی که این گناه هست. تأسف اینجاست
که انسان خجالت میکشه که باز ایره جلوه میدن ما فامیل روشن فکر هستیم، ما خب کوتاه فکر نیستیم، ما کوردل نیستیم، ما عقب مانده نیستیم، امروز قرن 21 است. خب معنای پیشرفت و ترقی و روشن فکری و روشن دلی و اینها همش همین است که یعنی در برابر همسرت بی تفاوت باشی، در برابر خواهرت بی تفاوت باشی، در برابر مادرت بی تفاوت باشی.